درود دوستان، امروز میخوام در مورد طرح زوج و فرد توضیح بدم. اصلا طرح زوج و فرد چیه؟ چطور بفهمیم پلاک ما زوج هستش یا فرد؟ معمولا در مواقع اضطراری همچون آلودگی هوا در کلانشهرها برای جلوگیری از تردد بی‌رویه وسایل نقلیه و تا حدی کنترل اوضاع آلودگی از سوی پلیس راهور طرح زوج یا فرد از درب منزل دستور داده میشه. وسایل نقلیه‌ای که شماره آخر پلاک آنها اعداد زوج مثل 2، 4 و 6 الی آخر هستند زوج محسوب می شوند که فقط در روزهای زوج مثل شنبه و دوشنبه و چهارشنبه مجاز به تردد هستند و همینطور وسایل نقلیه‌ای که شماره آخر پلاک آنها فرد می باشد نظیر 1، 3، 5 و الی آخر فقط در روزهای فرد مجاز به تردد هستند. نکته اینجاست که روزهای جمعه و تعطیلی‌های رسمی شامل این قانون نمی باشد. جریمه‌ای که از سوی پلیس راهور در حال حاضر برای این طرح در نظر گرفته شده است مبلغ 200,000 تومان می باشد. خب دوستان، برای بروزرسانی اطلاعات خودتون در زمینه قوانین راهنمایی و رانندگی کانال رانندگی برتر رو حتما سابسکرایب کنید.